بسم الله الرحمن الرحیم. خب در ویدیو گذشته ما و شما یک کار کرده بودیم که یک فریم جور کردیم و بعضی متدزی او را کار کردیم و بعضی پراپرتیزش ست کردیم. صحیح؟ حالا ما میبینیم که ما میخوایم که در این فریم بعضی کامپوننتس اد کنیم. مثلا ما در بٹنز اد کنیم. صحیح؟ سو بخاطر ای که ما در یک بٹن اد کنیم، اول ما باید یک بٹن داشته باشیم. صحیح؟ که او بٹن باز ما در این فریم اد کرده میتونیم. صحیح؟ و مثلا ما یک تکست فیلد اد میکنیم، سو ما باید یک تکست فیلد داشته باشیم. خب بخاطر جور کردن بٹن، اگر ما مثلا میخوایم که بٹن جور کنیم، ما یک کلاس داریم به نام جی بٹن. صحیح؟ سو جی بٹن یک کلاس است که ای بٹنز جور میکنه. صحیح؟ سو مثلا ما میگیم که b1 is equal to new j button. سو ای بٹن جور شد. صحیح؟ آلی ای بٹن که است ای را ما باید اد کنیم. چی اد کنیم؟ د جی فریم ما باید اد کنیم. مثلا ببینیم بٹن جور کردیم، خب وقتی که پروگرام را رن میکنیم با ما این بٹن اینجا دیسپلی نمیشه. صحیح؟ سو مثلا ما به این بٹن یک نام هم میدیم. سو وقتی که شما نام میدین، این کنسترکتر است، شما میتونید که در این کنسترکتر یک پارامیتر پاس کنیم. صحیح؟ مثلا ما اینجا پاس میکنیم که نام بٹن چی باشه؟ let's say login. نام بٹن چی است؟ login. سو ما اینجا نام پاس کردیم. قسم که مثلا ما اینجا نام پاس کردیم در این کنسترکتر هم ما نام پاس کرده میتونیم. مثلا ما این تایتل اینجا نمیتیم. این تایتل مثلا اگر پروگرام ما رن کنیم ببینید که تایتل اونجا نمی باشه، تایتل نیست. وقتی که ما اینجا یک پارامیترایز کنسترکتر کال کنیم و نام فریم اینجا بدیم رجیستریشن فرم، سو این رقم هم صحیح است. صحیح؟ سو پارامیترایز کنسترکتر هم داره که در او یک پارامیتر قبول میکنه و اون نامی می فریم می باشه. صحیح؟ خب ما بٹن جور کردیم. حالی این بٹن ما اد میکنیم، دا چی اد میکنیم؟ دا فریم اد میکنیم. صحیح؟ سو وقتی که ما دا فریم اد میکنیم ما باید نام فریم نوشته کنیم. شاید ما مختلف فریمز داشته باشیم. دا کدام فریم اد میکنیم؟ مثلا ما دا رجیستریشن فریم اد میکنیم. سو I will write registration dot add. صحیح کو اینجا یک فانکشن از با نامی add component. So ایره ما شما add these are actually the overloaded forms of this add function. So ما یک component add میکنیم. بٹن یک component است. So ما باید ای فانکشن کال کنیم که ده ای ما یک component object پاس میکنیم. صحیح؟ so ما ده ای b1 پاس کردیم. مثلا ما یک دیگه بٹن هم جور میکنیم. let's say j button b2 is equal to new j button. صحیح؟ و اینجا مثلا ما به بٹن نام میتیم، به بٹن ما نام میتیم مثلا sign up یک نام دادیم. صحیح؟ خب این بٹن هم ما اد میکنیم. در کجا اد میکنیم؟ در registration frame. So I will write registration dot add و بعد از او b2. صحیح؟ خب حالا ببینید ما پروگرام رن میکنیم، میبینیم چی میشه. اینجا فقط به ما ساین اپ بٹن دیسپلی شده و مکمل فریم گرفته. ببینید او یک بٹن است، این مکمل فریم یک بٹن است. حالا را چطور کنیم که بٹن خواهی که کلان نمی باشه که مکمل فریم بگیره؟ سعی کنید این چرا این رقم شده خود یعنی مکمل فریم گرفته. با نام لیاوت منیجرز کلاسز وجود داره. صحیح؟ لیاوت منیجر یک اینترفیس است و بعض مختلف لیاوت منیجرز ما داریم. صحیح؟ مختلف کلاسز لیاوت منیجرز ما داریم که این اینترفیس امپلیمنت کرده. لیاوت منیجر اینترفیس امپلیمنت کرده. صحیح؟ و دیفالت لیاوت اصلا لیاوت منیجر چی است؟ چی کار میکنه؟ لیاوت منیجر دا یک فریم یا دا یک کنتینر این دیگه کامپوننتس خود به خود تنظیم میکنه. صحیح؟ مثلا ما اینجا فریم داریم، آلی
اینجا یک لیاوت منیجر وجود داره که مثلا به این بٹن سایز داده. این خب ما خود ندادیم، این لیاوت منیجر داده. صحیح است که لیاوت منیجر این کار میکنه که دیگه کامپوننت سایز میده و پوزیشن میده که این کامپوننت باید در این فریم در کجا باشه. صحیح. و دیفالت لیاوت منیجر جی فریم، this is a جی فریم دیفالت، یعنی ما سیت نکردیم، شما دیدین دیفالت لیاوت منیجر این باردر لیاوت می باشه. چی می باشه؟ باردر لیاوت. سو او لیاوت باز ما شما میخوانیم که لیاوت چی رقم استفاده میشه. سو فعلا لیاوت این فریم که است با نام باردر لیاوت است و باردر لیاوت چی کار میکنه که این چیزها را تنظیم میکنه، در 5 بخش تقسیم میکنه: نارت، ساوت، ایست، وست و سنتر. ببینید این فریم اگر است تو این 5 بخش داره: نارت، ساوت، ایست، وست و سنتر. وقتی که ما دیفاین نکنیم که کدام کامپوننت در کجا اد شوه، باز او کامپوننت در سنتر اد میشه و مکمل یعنی هر بخش میگیره. ببینید ما این بٹن اد کردیم ولی دیفاین نکردیم که این بٹن در کدام بخش اد شوه، در نارت اد شوه، در ساوت اد شوه، در ایست، در وست یا در سنتر. این ما شما کار میکنیم. فقط ما بر شما فعلا به خاطر گفتیم که چرا این رقم شده، چرا مکمل فریم یک بٹن گرفته، به خاطر که اینجا در جی فریم باردر لی اوت امپلیمنت شده و کار باردر لی اوت است که این بٹن ها را تنظیم میکنه. اگر ما دیفاین نکنیم که بٹن در نارت اد شوه، در ساوت اد شوه، در ایست اد شوه، در وست اد شوه، او اتوماتیکلی در سنتر اد میشه و سنتر اکسپند میشه، مکمل سکرین میگیره یا مکمل فریم میگیره. صحیح. سو به خاطر که این کار نشوه ما شما لی اوت ای رجستریشن فریم تغییر میکنیم. صحیح. و لی اوت ای رجستریشن فریم ما شما چی رقم تغییر میکنیم؟ اینجا یک فانکشن است با نام reg.set layout. set layout صحیح که اینجا لیاوت منیجر ای قبول میکنه و ما برش میگیم که نل باشه، هیچ لیاوت نباشه، یعنی هیچ لیاوت نباشه، نه باردر باشه، مثلا نه فلو لیاوت باشه، نه دیگه لیاوت باشه، هیچ لیاوت نباشه، نل باشه. تو چیزا رو تنظیم نکن، ما خود تنظیمش میکنیم. صحیح. سو وقتی که لیاوت منیجر نباشه باز چیزا تنظیم نمیشه. نه صحیح. اینجا ببینین اینجا هیچ بٹن نیست به خاطر که ما اینجا لیاوتش نل کردیم. حالی اینجا هیچ کس نیست که بٹن را تنظیم کنه. اینجا بٹن مثلا بٹن کجا فکس شوه این ما برش نگفتیم. صحیح. سو اول ما شما این لیاوتش نل کردیم که نه چیزا را ما خود تنظیم میکنیم، کامپوننتس ما خود تنظیم میکنیم، شما نل باشین. اگر اینجا ما کدام لیاوت دیفاین میکنیم باز نظر به لیاوت د فریمز که است او کامپوننتس اد میشه. صحیح. سو لیاوت منیجرز ان شاء الله ما شما میخوانیم. خب فعلا این نل خوب است به خاطر که ما شما فقط میبینیم که این دیگه کامپوننتس دی فریم چه رقم اد میشه. Right. So in the next video we will see how to add these buttons in the JFrame.